بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. عزیزان دیل، بعد از تعطیلی 8-9 ماه ما باز شروع میکنیم به شرح سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون که خیلی دوستان هم نوشتن گفتن چرا سیرت درسش دام نشده شده است. تصمیم گرفتیم که باز درس سیرت رو شروع کنیم. خب البته سبب هایی بود که ما درس تعطیل کرده بودیم، الحمدلله باز فرصت شد دیگر شروع میکنیم به آشنا شدن با سیرت محمد صلی الله علیه و سلم. ما جایی که توقف کردیم درباره جنگ بدر بود، یعنی که دیگر هر دو طرف آمده بودن در نزدیکی بدر. کاروان هم نجات یافته بود، چون که پیامبر وقت رزمایتگاه خودشون فرستادن، همون گروه‌های اکتشافی، درک کرد که کاروان دیگر جانش خلاص کرده است. و دوم خبرش این بود که مشرکای مکه آمدگان نزدیکی بدر، یعنی باید که پیامبر تصمیم میگرفتن که آیا میستن جنگ میکنن، چون که کاروان رفت، مقصد چون کاروان بود، مقصد جنگ نبود. آیا میستن جنگ میکنن یا اینکه به مدینه باز میگردن. باید پیامبر تصمیم خود را میگرفتن و بنابراین از صحابه مشورت خواستن. ما این اطراف صحبت کردیم در حقیقت، چون که اینجا ابوبکر خیز، مقداد خیز، با دیگر سران انصار و مهاجران خستن، یعنی پیامبر دستگیری کردن، گفتن که ما با شما تا آخرین نفس با شما هستیم. اگر بحر دروگی بحر می‌داریم، آسمان روگی آسمان بریم، زمین روگی کجایی ما خمرایتون بریم، تو رو ترک نمیکنیم. مثل اونایی که یهودی‌ها با موسی کردن، گفتن که اذهب انت وقاتلا، اذهب انت وربک فقاتلا، تو خدا رفته جنگ کن، ما با تو جنگ نخواهیم کرد، همراهی تو جنگ نخواهیم کرد علیه دشمنات. ما این نمیگیم گفتن صحابه، ما بلکه میگیم که ما همراه تو رو، خدای تو مراد، ما هم با تو میریم جنگ میکنیم. البته این دلی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو خیلی استوار کرد، پیامبر رو یعنی که آسان کرد که تصمیمشون گیرن. عزیزان دل، تو اینکه توانیم درک کنیم و فهمیم چی موضوع رو داشته، باید کمتر باز از همون چیزا تکرار کنیم. ما گفتیم که مسلمان ها وقتی هجرت کردن، مال و ملک هر چیز خود ترک کردن، چون که یعنی مثل حاضر نبود که مردم پولشون در دیپلمات گیرند و برای یک اونجا که هجرت کردن شدن، یعنی که یک اون شاتی کارت داشته باشن و گیرن برای اونجا مال داشتن، شتر داشتن، گوسفند داشتن، خب در بازار شاید کالاها داشتن، نمیتونستن با خود برن، چون که وقتی که اونها رو گیرن معلوم میشه که اونها هجرت دارن، مشرکان نمیگذاشتن که اونها هجرت کنن. بنابراین اینا همین چیزشون ترک کرده بودن. و مشرکای مکه وقتی که مسلمان‌ها هجرت کردن، بر قصد اونها مال و ملک اونها رو مصادره کردن و در همین کاروانی که باید پیامبر اونا برآمده با صحابه اون کاروان استیلا میکردن و استیلا با همون کاروان همراه کردن. و مسلمان‌ها میخواستن که تا رفتنش به شام اون کاروان به دست بیارن، لیکن نشد. با گفتن که وقتی آمدش میگیریم، وقتی آمدم چه خیلی گفتیم نشد. خلاصی کوته همین است، یعنی که میخواستن که آن مال و ملک که مکه ها بناحق از اینها مصادره کرده بودن، آن مال و ملک خود رو میخواستن باز پس گیرند. اینم یکی رد به همون بعضی خبرشناسای هست، بعضی دشمنای هست که اونها میگن که صحابه فقط کارشون این چپاول باشد و رهزنی باشد. این رهزنی نبود، این مال و ملک خودش از باز پس میگرفت برادر. و خانه‌شو مصادره کردن، دکانشو مصادره کردن، شترشو مصادره کردن، گوسفنداشو مصادره کردن، به سبب فقط برای خاطر عقیدهش، برای خاطر فکرش. مگر انسان میشه برای خاطر فکرش مال و ملکش مصادره کرد؟ خصوصا این زمانی که همه اونهایی که این تهمت رو به پیامبر میکنن دعوای حقوق بشر دارن. این یعنی که قصه مختصرش همین است. برای مال و ملک خود را باز پس گرفتن مسلمان‌ها این عملیات رو به راه انداخته بود. پیش از این دوستان یک خواب عجیبی هست که عاتیکه عمه پیامبر دیده است که میتونم گفت که مشرکای مکه رو خیلی به تعجب آورد و شاید که سبب دودیلگی و ترس و وهمی که اثنای جنگ از آنها احساس میشد، همین خوابی دیده عاتیکه که در مکه پهن شده بود، نباید پهن میشد اصلا. خب این خواب رو میگیم، بعد باز موضوع رو دوام میدیم. عاتیکه عمه پیامبر یک شب خواب میبیند که بسیار خوابی واهمناک است و سحر وقت میخیزد، عباس رو فریاد میکند، برادرش عباس رو که عمه که پیامبر است، میگه که برادرم گوش کن، که اکا گوش کن که همیشه من خواب دیدم، یه خواب عجیبی هست. میگه چی خواب دیدی؟ خواب بینم میگه یا انسان آمد بالی شتر سوار است، اومد گفت که داد زده مردم همون جای مثلا جای مرگتون روید 3 روز، یعنی که در دوام 3 روز شما باید جای مرگ خود روید، در دوام 3 روز باید جای مرگ خود روید. همه خیلی گفت از مکه میدرمد، داد گفته بالای شتر میامد میگه. بعد یکی میگه همون شتر در بالای کوه جبل ابو قبیس پیدا شد. میگه ابو قبیس امروزه همون قصرهای پادشاه در همونجا ساخته شده که در همون کوه کندگی هستن، بعد بالاش همون قصر ساخته هستن. بعد میگه در کوه ابو قبیس برآمد
با از اونجا دوز داره گفت که 3 روز در دوام 3 روز گفت شما به اون جای با آغوش مرگ خود یعنی که با آغوش جایی که در اونجا کشته میشوید میروید. مردم میگه از قفاش رفته ایستادن. وقتی شترم بالا میره مردم از قفاش رفته ایستادن که شتر سوار یک سنگ گرفت میگه از همونجا پایان کرد. سنگ میگه آمد غیلید اومد وقتی که در زمین در دامن کوه زد میگه پاره شد میگه مایده ریزه ها شد و این ریزه ها میگه یگون خانه مکه نموند که در اونجا ندارمده باشه. بعد میگه شتر سوار با فرامد خواب است یعنی که خواب هر چیزش ممکن است فرامد میگه بالای کعبه برآمد با عیناً همین طور تکرار کرد داد گفت که 3 روز پس یعنی که 3 روز در دام 3 روز شما به آغوش مرگ خود میروید و اینا. عباس گفت که به خدا گفت خواهر این که بخواه با هیچ که گم نزن که بلا میمانیم برای مردم مکه. این مردم به اینم ما رو مثلا دشمنی دارن با عائله بنی هاشم گفت ما رو هرچی نگن. بعد عباس برآمد از خانه عاتکه و وقتی میرفت در راه عتبه را دید. خب عتبه که رفیقش بود گفت که برادر یک گم میزنم التماس هیچ که گم نزن. گفت وعده میتی که وعده میتی مشکل گم نمیزنم. گفت التماس گم نزن که با شرمنده نکنیم ما وقتش بلا موندگیم پیش این ابو جهل و مقاماتای ابو جهل. گفت که نه گفت من مشکل گم نمیزنم. گفت خواهر همیشه همین خبر رو دیده است. اینم رفت حیران شد چی گفتنش ندونست. گفت من مشکل گم نمیزنم. خانه‌اش رفت اگه وقتی نهاری هست عائله‌اش هست همون عتبه همراه پسرش ولید اومد. گفت که ولید بچه‌م گفت یک خواب میگم هیچ کره گم نزن که همیشه به واقع شده است. یعنی که این عاتکه همین خواب دیده است من عباس اومده این که پسر ولید میشنه. ولید میبره به فلان دیگه یعنی که بین 40 آواز مسجد میشه آواز بعد اینش به اینش به بیچاره عباس ولی خبرش نیست. میبره میگه که خیلی یک طواف کنم ببینم که چی که پس دنیا میبره. وقتی طواف شروع میکنه در جاهلیت هم طواف میکردن چون از دین ابراهیم علیه السلام برای اون مونده بود. طواف میکرد که دیگر همون سردمدارای کفر جنایتکارای وزنین اونجا نشستگی هم. خب ابو جهل گفت که عباس گفت ها طواف کنی اینجا با گپ است برای تو. عباس حیران شد گفت من چی میگفته باشم. گفت نگاه نه طواف تا کو بعد بیا. بعد عباس طوافش کرد پیش ابو جهل اومد گفت که ها عباس چی گپ تینجی. گفت که ها تینجی است. گفت ما با هر خیلی گپ شنیده شدیم که هیچ چی گپ نیست. چی گپ گفت یعنی که عباس ولی خبر ندارد که وای رفیقی که وای سیر خودش آگاه کرده است هم مجا آوازه کرده. بعد گفت که اگه مردکاتون دعوای پیغمبری میکردن بس نبود که با زناتون دعوای پیغمبری دارن. گفت خیلی دعوای پیغمبری چی. گفت که چی روز میکنی. گفت شب خواهرت خواب دیده است و اینو خواهرت خواب باشه همین خیلی گفت نه که عباس حیران شد. گفت که عباس میگه که من دیگه هیچ چی گفتن نتونستم میگه رد کردم. گفت این گپش هیچ کارش دیگه این گپای دروغ است. بعد گفت که ابو جهل من ناز میدم که این کار شدگی است تو خودت گفتگی فلانی ها لیکن گوش کن. گفت برای شما 3 روز وقت است. گفت چون که در اون خواب 3 روز که بود اگر گفت در دوام همین 3 روز همون گفتگی چیزش نشود ما یک گویم که وثیقه می نویسیم عهدنامه می نویسیم میگیم که از همه خاندان دروغگوترین در مکه خاندان بنی هاشم است و همگی امضا میکنیم دیگه هیچ کی شما رو قبول نمیکنه نه شما رو زن میتن نه شما زن میگیرن نه به شما سودا و خرید و فروش میکنن نه یک از گپاتون رو باور میکنن دیگه. خب بعد خیلی به موجب میگن که بعضی همون زنهاشون هم طعنه زد که بگو این زنکو دعوای پیغمبری کردن مردکاتون باز نبود اینها یعنی که خیلی گپای طعنه زد که عباس یعنی به اصطلاح قلت داد هیچ چی گفتن نتونست عباس. بعد وقتی که عباس خانه رفت این کاری که عباس با ابو جهل با عباس کرده بود عباس یک طعنه زد زنهای بنی هاشم طعنه زد تمام زنهای بنی هاشم بالای عباس رفتن گفتن که ای تو ناموس نداری ای تو چه خیلی انسانی. گفت مردکام رو طعنه کرد گم نزد زنکای طعنه کرد تو چه خیلی گفت این مردانگی جوان مرد تو کجا است که گفت ما رو تهمت کرده است ما رو خیلی گفته است و خیلی گفته است یعنی که تو چه خیلی گفت تو مرد خانه هستی تو باید که از ما دفاع میکردی. دیگر عباس چیزی بیدار کردن یعنی که اون زنها اونجا. عباس هم دیگه پشیمان شد گفت که من باید که یعنی که یک کاری کنم و همون ابو جهل گفت من تحقیر کرد من نسبت عائله زنهای عائله ما باید جوابش بدم. بعد از 2 روزی همین واقعا یعنی که عباس یعنی که سخت فکری بد داره که میگم باید ابو جهل که زنی کنه و ابو جهل باید بینیش زمین مالم با همین گپی زدگیش. بعد ابو عباس برآمد روز 2 روز بعد برآمد که روز سوم هم واقعا است یعنی که میخواد که ابو جهل بیند با ابو جهل یعنی که زنی کنه دلش خالی کنه یعنی که مقصد چون که زنهای بنی هاشم تحقیر کرده بود. میگه که برآمدم
میبینم ابو جهل میبینم که یعنی که از دور میبینم اگر نزدیک میشم که ابو جهل دیگه طرفا رفته است، یعنی که هوشش بند است، یعنی که مرد با خودش نیست. اعتبار نمیتونم، میگه من حیران شدم. میگه بعد میگه وقتی که نزدیک شدم دیدم که یک مرد امروز همه از قفا اون داووداوی دارن و این مرد یک مردی بود که میگه لوچ بولی شطور شده بود قفا خودش، یعنی که چپانوکی در شطور شده است، قفا با انا برهنه است، شطور بینیش داروندگی است. برادر این یعنی که اگر ما به شکل عادی میدانم شاید که گوش نمیکرد، یعنی که اگر هم تو میدونم مکه به شکل عادی میفتن خیلی یک آدمی اون چی گم کرده است، یک اون چی دست که دادوای داره هیچ که اعتبار نمیده و برای خاطر اون که خودش غیر طبیعی نشون داد، واقعا یا جدی بودن و فوق العاده بودنش برای جمعیت مکه نشون داد، لوچ شد. یعنی که یک نمود رویش هم وقت رکلام ها بود که به زبان حاضره شطورش بینیش دارن تو اینکه همون چی خونش ریخته است مردم جلب کنه به خودش چپه نشد بولیش داد میزد، میگه مکه ها مکه اهل مکه بیدار شوید. مردم هم جمع شدن بگفت که محمد گفت کاروان شما رو میخواد که غارت کند، یعنی که به زبان خودش گفت که غارت کند، این کاروان شما رو به دست بیارد اینا. بعد عباس فهمید که چرا ابو جهل ذهنش مشتت است. خب خلاصه یعنی که به همین نقطه میتونیم بگیم که خوابی که عاتیقه دیده بود تحقق پیدا کرد، چون که این همون نماینده بود که ابو سفیان فرستاده بود برای اهل مکه وقتی خطر احساس کرده بود. این آدم 500 دینار داد برادر، 500 دینار، یعنی پول میده نبود. اگر حاضر معیار که تگیریم اگر گویم که 20 دینار اگر نصاب زکات باشه اگر این آدم 500 دینار دادگی است، یعنی که 20 دینار تو اگر حاضر تقریبا 3000 دلار که برابر باشه اگر 100 دینار تون تقریبا 15000 دلار میشه، تقریبا شاید 75000 دلار یا مقدار چی وعده کرد برای این آدم. تیز برو همین خبر رسون که مردم بیان تا اینکه کاروان محمد اصطلاح پیدا نکنه. این بود خواب عاتیقه و تاثیر اون به اهل مکه و این خواب تاثیرش حالی در جنگ هم خواهیم دید که مردم چقدر دو دل بودن. غیر از این ما اونجا یادتون باشه واقعی امیه بن خلف گفته بودیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که رفیق امیه سعد از مدینه بود، سعد وقتی رفت گفت که من محمد صلی الله علیه و سلم شنیدم که میگفت که تو کشته میشی. خود امیه هم پیامبر بوره وقتی طواف کردشون به ابو جهل و با اونها تهدید کردن که مشورم تو میکشم، یعنی که وقتی اونها پیامبر مسخره کردن گفتن که اونا میگفتن که موتیالی میکشیم موتی نابود میکنه محمد. همین خیلی وقتی قوه احساس میکردن کافر رو تمسخر میکردن، پیامبر گفتن که جئتکم بالذبح، همه تو من نابود میکنم. ولی اونها میدونستن که محمد علیه السلام صادق بود و اگه کسی خواهد که قصه امیه خوبتر فهمه درمون به 37 اخیران، یعنی که اخیران حلقه چیه تماشا کنید برادر، قصه امیه از چخیل میخواست از جنگ ریزد و چخیل ابو جهل پیگیری میکرد. خب به همین قدر اکتفا میکنیم دوستان، یعنی که اینجا همین بود اونچه که میخواستیم برای شما درباره جنگ بدر بگیم و در حلقه آینده چگونه تیاری دیدن پیامبر، چگونه پیامبر گروه‌های رزویدکا رو هر طرف فرستادن تا اینکه معلومات جمع، چگونه خودشون برای رزویدکا و اکتشاف برآمدن همراهی ابوبکر و چگونه علی و زبیر و سعد بن ابی وقاص رو فرستادن تا اینکه اونها معلومات جمع کنه بیارن و همه اینها رو ان شاء الله در حلقه آینده با هم صحبت میکنیم. شما رو تا حلقه آینده به پناه الله تعالی میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.